این فیلم رو گرفتم واسه حل روبیک. میخوام که توی زمان خیلی کوتاهی براتون توضیح بدم. قبل از هر کاری یه نقطه مشخص شده ای رو بالا قرار میدیم و یه نقطه مشخص شده ای رو پایین. من زرد رو انتخاب میکنم که همیشه بالا باشه و سفید پایین. خب روبیک رو مستقیم روبرومون قرار میدیم و زرد رو بالا قرار میدیم. قبل از هر کاری یه به اضافه تشکیل میدیم دور زرد. تمام سفیدایی که میتونیم به اضافهش کنیم دور زرد قرار بدیم پیدا میکنیم. خب به اضافه رو تشکیل دادیم دور زرد. خب به اضافه سفیدی که تشکیل میدیم دور زرد، به خاطر این دور زرد تشکیلش میدیم که بعدش باهاش رنگای بغلش رو ست کنیم و بفرستیم پیش مرکز مشخص شده خودش، یعنی سفید. یعنی این سفید به اضافه رو با سفید زیری یکی کنیم، به اضافهش رو تکمیل کنیم. فقط به خاطر این دور زرد گذاشتیمش که بتونیم کناریاشو باهاش ست کنیم بعد بدیمش پایین. خب کناری این سفیدی که بالاشه کنارش آبیه، یه مرکز آبی براش پیدا میکنیم. بالا رو میگیریم میچرخونیم تا وقتی که آبی با رنگ آبی ست بشه. بعد کامل میچرخونیم، سفید میره پایین، کنار سفید قرار میگیره. خب بعدی. خب ستش کردیم میریمش پایین. بعدی. خب سبز رو دوباره ست کردیم میریمش پایین. بعدی. خب قرمزم ست کردیم میریمش پایین. خب الان ما یه سفید داریم که به اضافه درست داره با رنگای بغل که با مرکز ست کردیم. خب الان ما سفید رو میخوایم تکمیل کنیم، گوشه ها رو نداریم. باید شروع کنیم گوشه ها رو پیدا کنیم، گوشه ها رو بالا قرار بدیم و یا با یه فرمولی که از قبل تعیین شده اون سفیدا رو بیاریم سر جای خودشون. خب یه سفید الان این قسمت رو نگاه میکنیم، کنارش سبزه، این طرفش نارنجی. خب سفیدی که کنارش سبز باشه این طرفش، ببین الان این سفید مال اینجاست، بالاش زرده که میشه اینجا و کنارش سبزه که میشه بغل دستش. پس این سفید مال گوشه اینجاست. فرمولش چیه؟ فرمولش سمت چپ و سمت بالا رو به سمت راست حرکت میدیم، به سمت دست راست. خب سمت چپ و به سمت بالا، دوباره بالا رو به سمت چپ، دوباره سمت چپ و به سمت پایین. و همین راحتی سفید میاد این گوشه رو تکمیل میکنه. خب میریم سراغ گوشه بعدی. گوشه بعدی چیه؟ سبز قرمز. ببینیم سفیدی که سبز و قرمز داره کجاست؟ اینجاست. بیارمش تو دسته بالا. خب خب ببینید الان این گوشه‌ای که میخواستیم تکمیل کنیم، سفیدش رو میاریم روبرو خودش قرار میدیم که رنگای بغل دستش باهاش یکی باشه. خب رنگای بغل دستش باهاش یکی باشن. بالاش قرمزه، کنارش سبز، اینجا سبزه، اینجا قرمزه که بالای این قرار میگیره، سفیدش هم که باید بیاد پایین. خب فرمول سمت راست. سمت راست بالا رو به سمت چپ تکون میدیم، سمت راست رو به سمت بالا، بالا رو به سمت راست، سمت راست رو به سمت پایین. به همین راحتی گوشه دوباره تکمیل شد. یعنی سفیدمون داره تکمیل میشه و از بغل دوتا دیگه مونده، دوتا گوشه. خب این گوشه این که اینجا داریم، قرمز سمت راست، آبی سمت چپ، اینه، میاریمش مستقیم روش قرارش میدیم. خب فرمول سمت راست بالا به سمت چپ، بغل سمت راست به سمت بالا، بالا به سمت راست، بغل به سمت پایین، بغل سمت راست. خب و همین راحتی تکمیل شد. حالا این یکی رو میخوایم در بیاریم، رنگش رو بیاریم اینجا قرار بدیم که بیاریمش پایین تکمیلش کنیم. خب خب آبی سمت راست، نارنجی سمت چپ. این سفید مال اینجاست. وقتی که سمت چپ باشه فرمولش اینه، به سمت خودمون قرارش میدیم، سفید سمت ما، گوشه سمت چپ، بالا به سمت راست، بغل سمت چپ به سمت بالا، بالا به سمت چپ، بغل سمت چپ به سمت پایین. و همین راحتی.
سفید کامل تشکیل شد با بغله های درست که خانه اول میشه. میریم سراغ خانه دوم. خانه دوم مرکزها همه درسته، فقط ما بینشون اینایی که انگشتم میذارم روشون اینا رو باید تکمیل کنیم. خب اینا رو چطور باید تکمیل کنیم؟ بالا رو نگاه میکنیم ببینیم کدوم از اینا مال خانه بغل دست ماست، ردیف دوم. خب این مال اینجاست، خودش اینجاست. خب این صورتی که اینجا داره رو میاریم رو صورت مورد نظر خودش، همرنگ خودش. بالاشم که میشه سمت چپ، پس فرمول سمت چپ رو اجرا میکنیم. بالا به سمت راست، بغل به سمت بالا، بالا به سمت چپ، بغل به سمت پایین. میاد کنار سفیده که میخوایم بیاریمش پایین. خب سفیده رو به خودمون قرار میگیریم مال گوشه. فرمول سمت راست، بالا به سمت چپ، بغل به سمت بالا، بالا به سمت راست، بغل به سمت پایین. خب یکی از خونه هاشو تکمیل کردیم. خب میریم سراغ خونه بعدی. خونه بعدی اینجا قرار گرفته، این بالا زرد نباید جزشون باشه، اینو حواستون باشه، چون زرد همیشه بالاست، چون از روز دقیقه اول انتخابش کردیم که بالا باشه. خب این خونه ای که اینجاست، این یه دونه باید بیاد اینجا، چون بالاش قرمزه، بغلش آبی، این قرمز آبی اینجا. خب صورتش آبیه، میاریم روش آبی قرار میدیم. فرمول سمت راست رو اجرا میکنیم چون که بالاش قرمزه و قرمز سمت راست ماست. فرمول سمت راست، بالا به سمت چپ، بغل به سمت بالا، بالا به سمت راست، بغل به سمت پایین، میاد کنار این سفیده. خب سفیده رو دوباره باید ببریم سر جای خودش، اون خونه باهاش میاد پایین، ردیف دوممون رو تکمیل میکنه. خب سفید رو میگیریم سمت خودمون چون سمت چپه. فرمول سمت چپ، بالا به سمت راست، بغل به سمت بالا، بالا به سمت چپ، بغل به سمت پایین. به همین راحتی اینم تشکیل شد. خب خونه ای که اینجا با تشکیل بدیم قرمز و سبز. قرمز و سبز رو میگردیم پیداش کنیم، اینجاست. میچرخونیم میاریم صورتش قرمزه، میاریم رو قرمز، بالاش سبز، سمت راستمونه. فرمول سمت راست رو دوباره اجرا میکنیم. بالا به سمت چپ، بغل به سمت بالا، بالا به سمت راست، بغل به سمت پایین. خب سفید اومد بالا با کناره درست. خب فرمول دوباره گوشه سمت چپ رو اجرا میکنیم که باهاش بیارتش پایین. سفید بالا به سمت راست، چپ به سمت بالا، بالا به سمت چپ، چپ به سمت پایین. تمام. خب این دوتا اونها رو درست کردیم. یه خونه اینم درسته، یه خونه اینجا مونده که اینجاست، گیر کرده اینجا، باید بیاریمش درستش کنیم. خب صورتش درسته، بالاش سبزه که سمت چپمونه. فرمول سمت چپ، بالا به سمت راست، بغل به سمت بالا، بالا به سمت چپ، بغل به سمت پایین، میاد کنار این. خب الان دوتاشون رو با هم میاریم پایین. این گوشه سفید بالا سمت راست به سمت خودمون قرار میدیم. فرمول سمت راست، بالا به سمت چپ، راست به سمت بالا، بالا به سمت راست، راست به سمت پایین. به همین راحتی دوتا ردیف پایین تکمیل شد. خب وقتی که یه صورت این بالا میخوایم تشکیل بدیم، بعضی موقع عدد 6 در میاد، 6 خارجی، یا اینکه یه به اضافه در میاد، یا اینکه یه خط در میاد. حالا اونا رو بعداً دوباره براتون توضیح میدم. حالا این وقتی که این در میاد، فرمول سمت راست رو اجرا میکنیم. نه، یه فرمول جداست براتون میگمش. فعلا همینجا تا این دوتا خونه اول رو که بهتون نشون دادم تمرین کنین، تا فرمول بالا رو هم براتون میذارم.